امروز دخترها زنگ میزنن مولای صاحب مرای چی نمیوین خواستگار نمیوین میان و میرون دیگه خش نمیکنن اوچش خش میکنن پاچه خش نمیکنن. علتش چیه؟ علت شمیه که بیشتر حیا شده هم دخترها طول شو نکده. چرا تو در تیک تاک و در اینستاگرام و در یوتیوب و در دیگه شبکه‌های اینترنتی میبرخته اندام تنشو میتی لباسا تنشو میتی؟ اویا دختر تاجیک هم خیلی بی غیرتی پدر و مادر تو گیجوشید؟ البته ما پدر و مادر بسیار خفه نمیشم نمیدونن از هموش خفه ایم که کنترل نمیکنن. تلفن ششاو بگی چک چی داره او دختر درم یک وقت میگنن زیر رادیو میره و دیگه چیزا تماشا میکنن. یکمش دختر نمون که تلفن بگیره تلفنای خیلی شبکه‌دار نگیره تلفنای رنگ و رنگ نداشته باشه. دخترها چیش دیگه نمیدونم ای اروپا و ای یهود نصارا چیکسن در تلفنا اندامی خیچ نشون میده. حضرت بی فاطمه الگوی شما بی فاطمه گفت ای علی ای شیر خدا اگر من مردم خدا جنازه که هیچ که نیایم من مردم خودت بشود تنه مرا هیچ که ندیده بود هیچ که مرا قدی مرا ندیده بود مردی بگونه نیست قدی مرا ببینه این تقوا را ببین. چی با امروز خواستگاری نمیوین؟ در تیک تاکی در اینستاگرامی در یوتیوبی بسیار دمور خواستگاری میگه او دختر نمیره میگه او دختر اینستاگرامی های او دختر تیک تاکی های تیک تاکی اینستاگرامیشه چی فهمیدم خودش در تلویزیون نشون میده ولی شو نکرده. تو با شرم و با حیا باش. دختری که شرم نداره او زینت نداره. الحیا زینتون حیا میگه زینت و زیبایی زن شرم و حیاه. الحیا شعبه من الایمان یک شعبه ایمان حیا بده. الحیا خیر کله حیا میگه تمامش میگه خیره تمامش برکت داره. تو نخو میگه تو شرم و حیا رو دست بتی. برای چی امروز دخترها بچه‌ها نمیان ترا خواستگاری؟ جوان غیرت داره جوان جرأت داره جوان رشک توش بسیاره. بچه‌ای که یوشای بچه‌ای که جوانه او را ایتو نبرورین غیرت چون بسیاره رشک توشون بسیاره. اون نمیخواد یک زنکی را بگیره که او را در تمام اینستاگرام دیده باشن و در تمام تیک تاک رو ببینن در تلویزیون شبکه‌های اینترنتی ببینن قدی او را بس او را لبای او را ببینن. جایز نیست که دختری که شو نکرده خوش آرایش کنه دمس که سلام برود درست نیست فقط شو میکنه عروس هم میگن اجازته همون شو به خاطر شوهرش آرایش کنه لباش شروع کنه سرخ کنه و سفیده کنه چیکار میکنه برای شوهرش خوشبویی میکنه خاص برای شوهرش. اگر کوچه میره نباید خچه آسایش آرایش کنه نباید خچه آرایش کنه شروع کنه که مردکی بیگانه ببینه. شرم و حیا همون زنه که داره زینت داره که مردکا را دید که در اونجا ایستادگن به طرف دیگه بگذارن. لباسای تنگ نپوشن. لباسایی که میپوشن امروز میبینی از اروپا و یهودیا شما چی میکنین پیروی میکنین بچهای جوان میبینم میگم من نمیگیرم اون اوتا را لباس پوشیش ببین اوتا رو در کوچه میبره تق تق پای او را ببینو لباسای تنگی او را ببینو آخه پشکی او را ببین ایجاش به تو ایجاش من نمیگیرم مرا جوران تا نمیگیرن مرا برای همین نمیان بگیرن. نه که هر دختری که حجاب رعایت میکنه هر دختری که از خدا شرم میکنه هر دختری که قرآن خوانه و دختری که الحمدلله شرم و حیا داره پدر و مادر دو تربیت شدگن برای او جنگ بسیار شدیدیم هم خلا برای او 100 کسا مورا میپرسن مولای صاحب بچم از زن دوستم مولای صاحب یا جان از زن دوستم میگه یک دختری که حجاب رعایت کنه و فرض شروع باشه و فلان و اخلاقش و رفتارش خیلی نباشه اسلام خبر داشته باشه با شرم و با حیا باشه شروعی شبارای ما کنه چیزی مرا بگم من هم خیلی دوست دارم میگم خیلی فلانی دختر لباس پوشش معقول نیست چی با تنگه که شعری خوب میگه ده برای دخترایی که لباسای تنگ میپوشن لباسایی که اوریون میکنه خچه نمیفهمن که قدر قیمت و عزت چه میره میگه خواهر من این لباس تنگ چیست خواهر من این پوشاکی چسبان و رنگارنگ چیست خواهر من جلوه آرایش مکن از جوانها قلب را آسایش مکن خواهر من جلوه آرایش مکن از جوانها قلب را آسایش مکن خواهر من این لباس تنگ چیست این پوشاک چسبان و رنگارنگ چیست خواهر من یاد کن از آتش روز معاد جلوه گیسو نده بر دست باد خواهر من این لباس تنگ چیست پوشاکی چسبان و رنگارنگ چیست ای خواهری من میگه این لباسی تو داری تنگ چی لباسه آیا